طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت و رشد ساحه کشاورزی توجه خاص ظاهر می‌گردد. استفاده تجربه‌های پیشرفته از جمله کشت پخته در زیر پلیونکا و کم کردن خراجات استحصالی و افزایش حاصلناکی مساعدت می‌کند. بنا به اطلاع سرریاست کشاورزی ولایت سوخت، سال روان در اساس دستور سپارش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در ولایت در میدان 12000 گکتار زمین کشت پنبه‌دانه زیر پلیونکا گذرانیده می‌شود. امروزها در یک قطار خواجگی‌های دهقانی ولایت کارهای صحرایی با مرام ادامه داشته، دهقانان با استفاده از اصول‌های معاصر به کشت بهاری آغاز نمودند. از جمله کشاورزان کوشش دارند که در حالت بهتر شدن وضع هوا و گرم شدن خاک زمین کشت پنبه‌دانه زیر پلیونکا را به راه مانند، زیرا یکی از اصول‌های ثمرناک کشت پخته این در زیر پلیونکا میباشد که در شرایط اقلیمی منطقه نتیجه خوب به بار می‌آورد. استفاده اصول‌های معاصر کشاورزی از جمله کشت پخته در زیر پلیونکا یکی از راه‌های اساسی بلند برداشتن استحصال پخته‌کاری و بهتر نمودن حاصلناکی به حساب می‌رود. به گفته متخصصان ساحه، کشت پخته در زیر پلیونکا برای منطقه‌های کم‌آب بهترین راه میباشد، زیرا آن امکان می‌دهد که نمناکی خاک نگاه داشته شده سبزش و انکشاف نهال تیزتر صورت گیرد. اینچنین پلیونکا حرارت خاک را در سطح استوار نگاه داشته باعث نشأ و نمای با صفت پخته می‌گردد. خصوصیت خاص این طرز کشت از آن عبارت میباشد که ما نسبت به کشت مقرری در مدت خیلی بروقت‌تر کشت سر میکنیم، زیرا از سنه‌های 15 تا 5 اپریل ما میتوانیم این طرز کشت را گذرانیم. هنگام کشت زیر نوار ما از گذراندن یگانه کنی، از کنند پخته‌زار، از علف‌های بیگانه تازه نمودن، کلتیواسیون، سرچین کنی آزاد میشویم و سال گذشته در یکی از خواجگی‌هایی که ما کشت گذراندیم از هر یک گکتار به حساب میانه 14000 سامانی مبلغ صرف کرده در حساب قوه کاری. این طرز کشت امکانیت داد که 10500 سامانی از هر یک گکتار فایده صاف به دست آورده، درجه درآمدزایی به 40% رسانده شود. امروزها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت برای بهتر نمودن وضع آبرسانی تدبیرهای مهم و سریع عملی گردیده ایستادند. از جمله در یک قطار پایگاه‌های آبکشی اگریگات‌های نو نصب کرده شده تامینات زمین‌های کشاورزی با آب پالیزی بهتر گردید. این اقدام به دهقانان امکان می‌دهد که کشت زراعت‌ها را سریع انجام داده حاصل دلخواه به دست آورند، زیرا تامینات منتظم آب یکی از عامل‌های اساسی رشد ساحه کشاورزی به حساب می‌رود. امروز کشاورزان ولایت سوخت با استفاده از اصول‌های معاصر از جمله کشت پخته در زیر پلیونکا تلاش دارند حاصلناکی را بلند بردارند. این روند نه تنها به تامینات بازار داخلی مساعدت می‌کند، بلکه برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی نیز زمینه فراهم می‌سازد. متخصصان بر آن نظرند که گسترش استفاده چنین تکنولوژی‌ها می‌تواند در آینده ثمرناکی استحصالات را باز هم بلند بردارد. در مجموع تطبیق دستور سپارش‌های رهبریت عالی کشور و استفاده تکنولوژی‌های معاصر در ساحه کشاورزی زمینه مساعد فراهم آورده بر رشد استوار ساحه و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌نماید.